سلام دوستان عزیز، حسین هستم و خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از من. اومدیم که یک روز داخل جی تی ای با من ببینیم مثلا داخل جی تی ای چه کارا، مثلا من داخل جی تی ای چه کارایی انجام میدم در طول یک روز داخل جی تی ای. و اینکه اگه از ویدیو خوشت اومد حتما لایک کن، چنل ما رو اگه دوست داشتی سابسکرایب کن و اینکه کامنت هم بذار، کامنت یاد نره. نظر خودتون رو داخل کامنت ها بنویسید دیگه. و اینکه امیدوارم روز خوبی در پیش داشته باشید. بریم تا ویدیو رو ببینیم. بچه‌ها من معمولا بیشتر داخل جی تی ای غیر از اینکه مرحله ها رو مثلا میرم، یه کار دیگه ای که میکنم مثلا ماشین اسپورت میکنن، یا مثلا یه ماشین آفرود مثلا گیر میارم اسپورتش میکنم و میرم مثلا جاده های خیلی علاقه به جاده های کوهی دارم. و اینکه خب ما الان میریم دنبال یه ماشین آفرود میگردیم. اوکی الان وارد جاده کوهی شدیم. میخوایی میریم بالا. ماشاءالله خیلی سخته و بله شاید تو ذهن خودتون میگه چرا کاره بی خود میکنم، ولی واقعا باحاله. من یه بار امتحان کنین اگه جی تی ای بازی میکنه. اوه چه افران همین سالی ای خوب بود ماشین. چه حرکتی اینجا خوره ممکنه سخت باشه. یا علی Stay off the road! آهنگ نمیخوام باش بیرایت میکنه. بله این هم از اولین کار من و دومین کار منم که الان میریم ببینیم. و یه کار دیگه هم که میکنم بعضی وقتا
این کامیون رو پیدا میکنم و اینا باش باربری انجام میدم به همین سادگی. و الان داری تو ذهن خودت میگی چقدر کارهای چرت و پرت میکنی، ولی واقعا آره خیلی کاری چرت و پرت میکنم ولی خیلی باحاله کاری که انجام میدم. خب سوار شدی این بار میگیریم اینا، مثلا این میبریم مثلا تا هر جایی که دلمون میخواد. خب گرفت همین شخصیت اول باشه، نه همین و ببین کجا میبریم. من همیشه هم بوغ بزن من نمیشتازیم. تو پیاده شد همیشه به کسایی که کامیون سوارن غیر از ما همیشه بوغ بزنیم. من خواهد بوغ Oh, shit! آرام نیست میکنی خب ما رو مثلا میاریم اینجا میبینیم نه بریم بالا کارخونه چوب مثلا علکی میاریم اونجا میبینیم. خب رسیدیم اینجا مثلا میاریم اینجا میگیم Man, fuck this shit. ناجور. خب حالا میریم. خب من الان اونجا چرا گذاشتم واقعا؟ چی کاری دارم میکنم؟ بافز Oh, shit. سوتیو بگذاریم و بعدش چی کار میکنیم؟ دوباره یه بار دیگه میگیریم به همین سادگی. مطمئن همه داریم منو خنده میزنیم. Bitch ass bullshit. چه که چوبی نیست. خیلی سخت کامیون روندن داخل جی تی ای. یعنی اینجا دوباره یه بار دیگه میگیریم میبریم دوباره میریم به کارخونه دیگه. اینجوریه چرا
نمیره. بالاخره تونستی میره. Don't make no fucking sense. بابا چرا اینجوری میشه؟ خسته شدم. بالاخره تونستیم در بیاریم. اصلا تو من جلو بزنیم. مثلا ما این بار رو آوردیم اینجا. باش ربطی مردم نداره. خب به همین سادگی بچه امیدوارم ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک سابسکرایب بهتون نره، کامنت این گیس بذارید حسابتون نپره. خدا نگهدار.